نه چوی دیوان نه و بارش با بیزا سخته بلخچه شده اینه مطرسش اینه راستش سخته پسری 9 ساله زمیره غفورова در تاریکی ترسیده شمع روشن کرده است چون نیروی برق نداشتند. قریب تمام خانهشان آتش بگیرد. نمیوین مدام به پروتکل به هیچی سویتا نخال نه ای بولو میبرن فرمانشون ای بولو رئیس فرمان داده میگن کو رئیس بیاید. زمیره ساکن دهه نانجمسی واسه را رفتار کارمندان اداره برقی ноҳия به خشم آورده است. چند روز است مردم ده و مقامات درباره نیروی برق بحث و کشمکش دارند. در این کوچه جنگلزار سیمچوب ها 3 روز باز برق نیست. خود مقامات نخواستند در این باره با رادیو آزادی صحبت کنند ولی به مردم گفتند چون پول برق را نپرداختند سیمچوب هایشان خود ساخت و خطرناک است مجبورند برق را قطع کنند. این پاسخ ساکنان را قانع نکرده و در جماعت برده است. یگان چاره نیست. رئیس میره رئیسش میگریزه معاون شایش دبتره چیکار کنه پیشکی بریم دیگه. یک مشکل دیگر که تقریباً 50 خانواده نانجمس را در تاریکی گذاشته است ترانسفورماتور کم اقتدار دیها است که زود زود از کار میماند. از مردم خواستند ترانسفورماتور نو خریده بگذارند. یا همش آدمای کم بغلند دست نورسان دستشون نمیرسان. اینا گفتگیان که در 15 روز سویتون میتون 15 روز از سویت نمیتون بعد میبره با خلق چو میرواد. خلق به نزد اداره جماعت خدایا رجبوی ноҳияи واسع میروند که آنها هم به ایده ساکنان بالای زخمشان نمک میپاشند. وقتی که ما مسئولیت پرسی میریم شروع مسئولیت نمیتن که چیکار کردن در کار گپای قبیح استفاده میبرن هم خیلی معامله میکنن. استفاده نیروی برق و پرداخت حقی آن نه تنها در این روستای واسع بلکه در تمام تاجیکستان موضوع داغ است. ماموران هر روز برای گرفتن پول برق پشتی در این مردم میآیند و مردم هم پاسخی منطقی دارند. همش خلقش کم بیزاده اویش هسته که نداره دو کسا پوی کوری نداره این ولیتاشون بسیاره چکار کنیم نخواه حکومتی قادم و یاردم کده دستگیری کده همین یک 40-50 نفر در یک ستانسه بیارم چسبونن